سلام. فصل بهار شده. من میخوام تمپومو جمع کنم. همونجوری که میبینید اومدم این اتصالات رو باز کردم، این تنابایی که بسته بودم رو تمام باز کردم. الان تمپو آزاد شده. کاری که باید انجام بدم اینه که تمپو رو به یک سمتی برش گردونم و که بتونم بیارمش روی زمین و اونو جمعش کنم. حالا همونجوری که میبینید این تمپو رو من خیلی محکم کرده بودم. همین اینجا هست، اینو بازش کنم به خاطر اینکه امسال هر سال اینجا باد شدید میاد با برف فراوون و باید حتما تمپو با اتصالات قوی متصل بشه. خب ما حالا چون فضای اینجا رو دارم میام از این طرف جمعش میکنم سمت بالا. اونجوری که میبینید تمپو از یه سری اتصالات تشکیل شده که زیرش هم با بلوک‌های سیمانی محکمش میکردم. همونجوری که میبینید من پارچه تمپو رو در آوردم، این محوطه پهنش کردم و جمعش کردم. حالا مونده چیکار کنم؟ مونده این بلوک‌ها رو ببرم همونجوری که میبینید و این اتصالات از اینجاها باز کنم و بهتره بسته‌بندیشون کنم، به خاطر اینکه اگر من این اتصالات رو مرتب بسته‌بندی کنم برای سال آینده برای پیدا کردنشون مشکل بر نمیخورم. پس من برنامه‌م اینه که اینا رو دونه دونه همون حالتی که هستن جمعشون کنم و با هم دیگه نمونه هایی که با هم شبیه هم هستن رو با هم دیگه جمع کنم و یه جا قرار بدم که برای سال آینده دوباره اذیت نشن برای باز کردنش. خیلی یک نکته مهمیه که این اتصالاتی هست که اینجا بغل خورده، این برای استحکام سر و ته تمپو هستش اتصالات. خب همونجوری که میبینید من با کمک دختر گلم اینا رو باز کردیم و پیچاشو الان داخل یه دونه سطل میذارم و اتصالات دیگه‌ش هم داخل اون سبزه میذارم. بله خب بهتون بگم که حتما نیاز به انبرده است و سیمچین هم دارید. پله که از واجبات این کاره. حالا دیگه من اینا رو همون سایز بندی خودشون جمع و جور میکنم، میبندمشون که بتونم دوباره مرتب بچینمشون داخل انباری و بعد برای سال آینده دوباره به اونا رو اتصالات وصل کنم و استفادهشون کنم. خب در اینجا من اون اندازه هایی که با هم یکسان بودن رو با هم دیگه بستم و آماده کردم برای سال بعد و همچنین بلوک‌های سیمانی هم که می‌بینید جمعشون میکنم و میذارم برای در انباری که بعد استفاده کنم.